به نام خدای سربازا. سلام، عرض ادب، درود خدمت نو سربازای عزیز، داداشای گلم. حالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ میزونید؟ دوستان عزیزم، تصمیم بزرگی گرفتید، بهتون افتخار میکنم و از این بابت که جلوی ترساتون وایسادید و اومدید دفترچه پست کردید یا تو فکرشید که پست کنید. بالاخره کارهای رفتن به سربازی رو بهش فکر میکنید. جا داره که بهتون تبریک بگم. من خودم وقتی که سال گذشته توی جریان سربازی افتادم، اون چیزی که خیلی برام اهمیت داشت این بود که یه سری اطلاعات به دست بیارم که بهم کمک بکنه توی مسیر سربازیم و مسیر رو برام راحت تر کنه، چون که هرچی اطلاعات بیشتر باشه راه روشن‌تر میشه و در نتیجه نگرانی، استرس و اضطراب کاهش پیدا میکنه. اون موقع خدا رو شکر مطالب خوبی بود، هنوزم هست و توی یوتیوب، تلگرام، به صورت پادکست توی اپلیکیشن هایی که پادکست میشه توشون گوش کرد اطلاعات مفیدی بود. ولی یک سری اطلاعات هم به نظرم اومد که کمتر بهش پرداخته شده و بیشتر جنبه روحی روانی داره که خیلی خیلی مهمه و قصدم اینه که بیشتر به این مطالب بپردازم تا از این جهت هم شما دوستان عزیزم بتونید خودتون رو آماده کنید برای مسیر سربازی. قراره که تبدیل بشیم به یه سرباز حرفه‌ای، یه سرباز کاربلد که روان مستحکمی داره و در مقابل مشکلاتی که حین خدمت براش به وجود میاد میتونه تاباوری کنه، دووم بیاره و سختی ها رو از روشون رد بشه و این دوران رو تموم بکنه. پس همراه من باشید. اول یه معرفی از خودم بکنم. من مهدیم، 26 سالمه. تو سن 25 سالگی با مدرک کارشناسی ارشد خدمت رفتم. اعزامی 1/8/1403 بودم. خدمتم توی نیروی زمینی ارتش بوده. دوران آموزشیم تو پادگان 02 بوده توی پرندک تهران و یگانی هم که توش خدمت کردم گروه 840 موشکی آران و بیتگل تو کاشون بوده. چند روزیه که خدمتم تموم شده و خواستم تجربیاتی که توی این دوران به دست آوردم رو با شما به اشتراک بذارم. آماده شدن برای سربازی باید چند ماه قبل از سربازی شروع بشه. حالا اگه تاریخ اعزامت نزدیکه یا اینکه تو خدمتت هستی نگران نباش. این مطالبی که میخوام بهت بگم هر جای خدمتت که باشی بهت کمک میکنه. ولی اونی که چند ماه قبل از این که اعزام بشه این مواردی که میگم رو سعی کنه رعایت بکنه، میتونه خدمت آرومتری داشته باشه به امید خدا و آرامش بیشتری رو حین خدمتش تجربه کنه. آمادگی‌های قبل اعزام 2 بخش کلی داره. یکی آمادگی‌های روحی روانیه که خیلی مهمه و دیگری آمادگی‌های جسمیه. گفتم آمادگی‌های روانی مهمه. برای چی؟ برای اینکه اگه شما فرض رو بر این بگیریم که
نه آمادگی روحیت کامله، نه آمادگی جسمیت و وارد خدمت میشی با این شرایط. این یک مثاله. شما نه روحت آماده است نه جسمت. وقتی که وارد میشی توی روزهای اول یه جوری باهات رفتار میشه، یعنی یه سری ورزشا بهت میدن. صبحها مثلا تو صبحگاه پیاده روی میکنید، میدوید، فعالیت بدنتون بالا میره و بالاخره خودت رو از لحاظ جسمی وفق میدی با این قضیه. ولی از لحاظ روحی اینجوری نیست. اگه شما روح و روان سالمی نداشته باشی و وارد سربازی بشی، به خاطر شرایطی که اونجا وجود داره، مثل رفتارهایی که خیلی خوشایند نیست، رفتار فرمانده ها یا سربازای دیگه، اون سختی های دوری از خانواده و مسائل دیگه باعث میشه که بدتر بشه اوضاع روحی روانیت و مثل وضعیت جسمی نیست که خودتو وفق بدی، ممکنه قضیه پیچیده تر بشه. پس خیلی واجبه که قبل از اینکه وارد خدمت بشیم از لحاظ روحی خودمون رو آماده کنیم. چرا گفتم که وضعیت روحی روانی و وضعیت جسمی آمادگیش لازمه؟ ببینید، هدف ما اینه که برسیم به جایی که خدمت رو از یک دوران تلخ به یک دوران شیرین تبدیل کنیم و داشتن آمادگی های روحی روانی و جسمی لازمه رسیدن به این هدفه. ما توی سنی وارد خدمت میشیم که حالا خیلیا نوجوانن، جوونن، 18 19 20. خب همه که مثل من توی 25 سالگی نمیرن سربازی. خیلیا که من خودم دیدم از بچهای خودمون 18 19 بودن و این دوران خودش یه دورانیه که سختی زیاد داره، چالش زیاد داره. بعضیا توی یه سری روابط عاطفی هن، بعضیا درگیر یه سری مسائلی هن که بهش میگن چالش‌های دوره نوجوانی، بعضیا درگیر مشکلات جنسی هن. به هر حال دورانیه که سخته و وقتی که وارد خدمت میشی و سختی‌های اونجا هم بهش اضافه میشه، داستان یه مقدار پیچیده تر میشه. اینا رو گفتم که به اهمیت این آمادگی ها پی ببریم. حالا قراره که توی 3 اصل، توی 3 بخش بگم که این آمادگی های روانی چیا هستن و در رابطه باهاش صحبت کنیم. اصل اول خودشناسیه، اصل دوم مهارت‌های ارتباطیه و اصل سوم کنترل ذهن. یعنی اگه ما روی این 3 مورد کار بکنیم میتونیم خودمون رو آماده بدونیم برای این دوران. من یکی یکی اینا رو براتون توضیح میدم و راجبش با هم صحبت میکنیم. اولی خودشناسیه. قبل اینکه بری خدمت باید خودت رو بشناسی. باید بدونی که چیا باعث حال خوبتن، چیا باعث حال بدتن و یه سری اطلاعات کلی از روح و روانت داشته باشی. با خودت یه مقدار رفیق باشی و لمت دستت باشه. اولین مورد اینه که توی بحث خودشناسی باید بدونی تا بهت کمک کنه، اینه که بدونی درونگرایی یا برونگرا. درونگرا همونطور که میدونی کسیه که تو تنهایی خودش انرژی میگیره، نه اینکه تو جمع نره ها، نه، خوشوبش میکنه تو جمع، ولی برای اینکه شارژ روحی روانی بشه یه زمانی رو باید با خودش خلوت کنه. پس اگه درونگرایی باید حواست باشه که یه زمانایی رو برای خودت اختصاص بدی، چون اگه بخوای صبح تا شب تو جمع باشی بعد یه مدت انرژیت خالی میشه. اونجا که مثل خونه نیست بری تو اتاق و در رو ببندی،
اونجا یه محیط کاملا عمومیه که وقتهای کمی پیدا میشه برای خلوت کردن با خودت. البته نه اینکه کلا وقتی پیدا نشه، یه سری زمانها هست که تو کاملا با خودت تنهایی و اون زمانها بهترین لحظاتیه برای اینکه انرژی از دست رفتت رو برگردونی و ذهنت رو سر و سامون بدی. این زمانی که گفتم یکیش نگهبانیه. نگهبانی قضیه‌ایه که هر سربازی اون رو تجربه میکنه و ممکنه 2 ساعته باشه یا کمتر یا بیشتر، معمولا 2 ساعته و زمانیه که تو میتونی اگر کتابی چیزی داری کتابی بخونی، نفسی بکشی، فکرای مثبت بکنی یا هر چیزی که حالت رو خوب میکنه. به نظرم یک لیستی تهیه کن از اون کارهایی که به نظرت توی نگهبانی خوبه برات. مثلا کتاب خاصی هست، چند وقت میخوای بخونیش ولی خب نتونستی، فرصت نشده، بیا و بنویسش، بگیر، تهیه کن، توی تایمای نگهبانیت بخون. بهت کمک میکنه که اون زمان رو احساس کنی که داری مفیدتر میگذرونی و اینکه انرژیت رو بهت برگردونه. یه خاطره‌ای بگم از خودم برای تایمای نگهبانیم. من همیشه از خوندن کتابای قطور ترس داشتم. مثلا دیگه کتابی که میره روی 300-400 صفحه اصلا دیگه سمتش نمیرم. میگم که این همه کتاب و اینا چجوری وقت کنم و وقت نمیشه. ولی توی دوران سربازی انقدر وقت هست، انقدر زمان آزاد داری که میتونی کتابای 1000 صفحه‌ای بخونی. من از رفیقم یک رمانی گرفتم از داستایوفسکی به اسم رمان ابله. من این رو توی 3-4 ماه اول خدمتم خوندم و تموم کردم. میخوام بهت بگم که فرصت زیاده اونجا و میتونی به این ترتیب اون کارهایی که دوست داری رو انجام بدی. حالا یکی کتاب خوندن اوکی میکنه حالشو، یکی نوشتن و یا چیزای دیگه. خب از درونگراها صحبت کردیم و گفتیم که یه سری تایمایی رو برای خودشون اگه اختصاص بدن میتونن از لحاظ روحی روانی برگردن به اون شرایط ایدئال خودشون. و اما برونگراها، لازمه که یه تبریکی بگم به برونگراها برای اینکه خدمت دقیقاً همون جاییه که میتونی اون احساسات خودت رو بروز بدی. چون آدم جور و جور با فرهنگ و زبون و شخصیت مختلف دور و برت زیاده و اونجا همیشه آدمی هست که باهاش صحبت کنی و با هم دیگه وقت بگذرونید و اون احساساتت رو به قولی تخلیه کنی. ولی نکته‌ای که باید به برونگراها بگم اینه که از اونجایی که اونجا همونطور که گفتم آدمایی هستن که از فرهنگ‌های مختلفی اومدن و هر کی توی فازیه، باید مواظب باشی که با هر کسی گرم نگیری، چون که دوستی کردن با بعضیا توی خدمت تاوانای بدی میتونه داشته باشه. ببین با آدمایی بگرد که سرشون به تنشون بیارزه، وگرنه تو درد سر میفتی. بعضی هستن که هم خودشونو به فنا میدن هم دور و بریاشونو. از اینا فاصله بگیر. خودت میفهمی کیا رو میگم. مثلا بعضیا هستن زیراب زنن، خود شیرینن. خب از اینا باید فاصله بگیری. اینا کسایی هن که میان باهات حرف میزنن، میشینن و تظاهر میکنن، ادای آدم خوبا رو در میارن، ادای
رفیقا رو در میارن، ولی میبینی 2 روز 3 روز بعد رفته تو اتاق فرمانده واسه 2 روز مرخصی، پتتو ریخته رو آب و حرفایی که از زیر زبونت کشیده رو به فرمانده گفته یا پیش سربازای دیگه پشت سرت حرف زده. پس باید مراقب باشی که اولا هر حرفی رو هر جایی نزنی، سعی کنی از این آدما دور بشی. شناخت اینا هم راحته، مشخصه از رفتارشون، از طرز صحبت کردنشون. آدمای پاچه‌خواری هن که اگه چند هفته ای تو پادگان باشی متوجه میشی کیا اینجوری هستن. یا آدمای دیگه ای که ممکنه به فنات بدن، بچه‌هایی هستن که اهل دود و دمن، مثلا سیگاری هن و اینجوری هم نیست که طرف صبر کنه مثلا 2 روز 3 روز 1 هفته بره مرخصی اونجا سیگار بکشه. نه، با خودش مثلا میاره داخل یا حالا از کس دیگه ای تهیه میکنه میذاره تو جیبش، همیشه باهاشه، احتیاط نمیکنه و این خب بالاخره یه روزی به فنا میره. و اگه تو خیلی با اینجور آدما بگردی، یعنی تو اینجور اکیپا باشی، فرمانده دیدش نسبت بهت منفی میشه و بالاخره میگن که آدما رو از دور بریاشون میشه شناخت و تو اگه خیلی دور بر اینجور آدما باشی تو رو هم به چشم اونا میبینن، حتی اگه مثل اونا نباشی. پس سعی کن که دور بر اینجور آدما رو هم خط بکشی. همین که داری این پادکست رو گوش میکنی و میخوای خودت رو آماده کنی برای سربازی، مطمئناً جزء این دسته از آدما نیستی. اگه هم هستی، یعنی حالا درگیر مثلا دود و دم و اینایی، سعی کن که قبل خدمتت کمش کنی، ترکش کنی، یا اینکه یک دوره‌ای رو برای خودت مد نظر داشته باش توی این دوران که دوره این چیزا رو خط بکشی. برای این میگم که خودت اگر چنین کنی کمتر اذیت میشی. اینجور آدما رو که راجبشون صحبت کردم بذاریم کنار. یک دسته دیگه ای هم هستن از سربازا که خیلی آدمای مشتی، آدمای با معرفت، کار را بندازین. یعنی انگار خدا یه سریا رو تو خدمت گذاشته که مثل یه فرشته به تو کمک کنن. هوای اینا رو داشته باشید، خیلی به کارتون میان. اینا همدمن، همدردن، همدلن. اینا سختی‌های خدمت رو واسط شیرین میکنن. اینا ارزش رفاقت دارن. اینا سختی‌هایی که توی خدمت دارید با هم دیگه تجربه میکنید رو باعث میشن که برات راحت تر بگذره. یه سری مشخصه هایی هم دارن. معمولاً آدمای کمک کنین، مثلا داری آن کارد تخت میزنی، میاد یه طرف کارو برات میگیره انجام میده. داری ساکتو جمع میکنی، داری لباس میپوشی، حالا کار خودش تموم شده، یه کمکی بهت میکنه و تو هم بهش کمک کن. اون جایی که میبینی نیاز به کمک داره پیشش باش. این باعث میشه که هم شما هم اون فرد راحت تر خدمت کنید. یه چیزی هم که راجع به آدم شناسی بیشتر توی خدمت اینه که خدمت محیطیه که آدما نمیتونن همیشه توش ادا در بیارن و نقاب بزنن و تظاهر کنن و ادای کسی رو در بیارن که نیستن. برای اینکه اونا چند ماهی رو توی یک محیطی میمونن و با شما زندگی میکنن، از صبح تا شب با شما و یه سری سختیایی میکشن که این سختی‌ها باعث میشه اون روی اصلی خودشون رو نشون بدن. به خاطر همینم است که میگن توی سفر باید رفیقتو بشناسی، چون سفر یه سری سختی‌ها داره، باعث میشه طرف خودش رو کنه. خدمت هم دقیقا همینه. آدما خودشون رو میکنن و تو میبینی یهویی چند ماهی یه سربازی ادای حالا یه سری چیزا رو در میاره، بعدش میبینی که نه بابا اصلا این کاره نیست،
این مثلا فلان شخصیت رو داره، اصلا اینجوری نبوده. و یه مدت که بگذره زیر و بم آدما میاد دستت. به نظرم با خوبا خوب باش و با بدا بساز. چرا نمیگم با بد و بد باش؟ چون که پادگان جای وایسادن جلوی بعضی چیزا نیست. به قول حافظ میگه که آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. میگم مدارا، میگم سازش، میگم خوبی کردن، به این دلیل که محیط بسته پادگان یه سری چیزا رو به آدم تحمیل میکنه که آدم مجبور برای یک مدتی کوتاه بیاد و این کوتاه اومدن تو بلند مدت بهش خیلی کمک میکنه. برای مثال ببین، یک جریانی هست تو خدمت به اسم پایه بازی که تو ارتش بیشتره. پایه بازی یعنی این که فردی که زودتر از تو اومده خدمت و بیشتر از تو خدمت کرده، این جرأت رو به خودش میده که خودش رو بالاتر از تو بدونه، به خاطر تجربیاتی که داره، به خاطر روابطی که شکل داده با فرمانده ها، با سربازای دیگه و یه جورایی بعضیاشون، حالا نه همشون، خودشون رو آقا بالا سرت میدونن و فکر میکنن که میتونن بهت دستور بدن. اینا اگه آدم درستی باشن، پای بالاها، خب بهت کمک میکنن، دستتو میگیرن، تجربیاتشون رو در اختیارت میذارن. ولی اگر اینطور نباشن، اون روی دیگه خودشون رو نشون بدن، میتونن اذیتت کنن، تیم سازی کنن، یه چند نفری دور هم جمع بشن، زیرابزنی کنن و جلوی اینا وایسادن سخته. چون که توی محیط آسایشگاه چند نفرین که بیشتر از تو خدمت کردن و اطلاعات بیشتری دارن و میتونن سر به سرت بذارن و اذیتت کنن. من حالا یه خاطره‌ای هم راجع به این بگم. ما یه سربازی داشتیم از جنوب اومده بود و اونم سنش بالا بود، حدوداً 24-25 سالش بود. حالا سنش بالا بود توی خدمت، توی شرط خدمتی دارم میگم، 24-25 خیلی سن بالایی نیست. این فرد خب واسه خودش کسی بود، یه بیزینسی داشت توی جنوب، بچه بندر بود، کافه‌ای داشت و عزت و احترام و بیا و برو و مالی هم وضعیتش خوب بود. اومده بود اونجا، یه سری تازه اومده بود چند روز اول. پای بالاها چند روزی حالا با این خوب بودن و اینم خدا وکیلی پسر خوبی بود و توی بحث نظافت و اینا یکم اینو اذیت کردن و این اومد و بهش برخورد یه سری چیزا، یه سری مسائل. خودش هم متاسفانه سیگاری بود. روزای اول رفت با این پای بالاها و اینا به سیگار کشیدن و اینجور چیزا، ولی بعد یه مدت به مشکل خوردن. حالا حرفشون شد یا هرچی، من دقیق نمیدونم. اینو اذیت کردن، این سربازو جلوش وایستادن. اینم کوتاه نیومد، یه نفره خواست جلوی 5 تا 6 تا آدم ناسازگار وایسه. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که این آقا فراری شد. اول اینکه زیرابشو زدن، از یگان انداختنش بیرون. ما یه یگان تقریبا آرومی بودیم، قرارگاه بودیم، جاییه که با فرمانده های ستاد و اینا در ارتباطن، کاراشون بیشتر اداریه و این رو از این شرایط خوب انداختن توی یگان رزمی که خب یگان رزمی همونجوری که از اسمش معلومه جاییه که مثلا تمرینات داره، صبحگاه‌های بیشتری داره، زیر آفتاب موندن داره، تو سرما گرما موندن داره. اینو انداختن اونجا و باش بد رفتار کردن. خودش هم به سریال و مشکلات خانوادگی داشت، فراری شد، رفت. یه 4-5 ماهی اصلا نبود، بعد حالا برگشت و اینا. میخوام اینو بگم که جلوی این پای بالاها خیلی قلدر بازی در نیارید و بذارید زمان بگذره. اینا
ماهای آخر خدمتشونه و به اصطلاح نمیکشن یعنی اینکه طرف اون بار سنگین سربازی روی دوشش نشسته و خسته شده، بی‌حوصله شده و اعصابش یه مقدار ضعیف شده. پس اگه جلوی اینا وای نسی، یه چند ماهی صبر بکنی، اینا ترخیص میشن، میرن و شرایط برات بهتر میشه. اینم بگم که هر روزی که هر هفته‌ای که از دوران خدمتت میگذره قوی تر میشی، آب دیده تر میشی و شرایط برات بهتر میشه اگه درس هایی که میگیری رو بهشون عمل کنی. در رابطه با خودشناسی، درونگرایی و برونگرایی رو توضیح دادم. یه سری هم اومدم راجع به یه سری رفتارهای ریز باهاتون صحبت کردم توی این قسمت. امیدوارم که مفید بوده باشه و توی قسمت‌های بعدی این قضیه خودشناسی و کمکی که به ما میکنه در جهت داشتن یک روان قوی و گذروندن سربازی به صورت راحت‌تر بیشتر صحبت خواهم کرد و اینجا جاییه که باهاتون خداحافظی میکنم. خدای بزرگ یار و یاورتون باشه. خدا نگهدارتون.